حامل القرآن قد خصك الرحمن. مد الصله. به نام خداوند بخشنده و مهربان. درس امروزه مد الصله. سوال: حرف مد الصله کدام است؟ جواب: مد الصله یک حرف دارد که این های ضمیر غایب جنس مردانه مفرد می باشد. کسانی که زبان عربی را کم و بیش می فهمند این گفته های مرا فهمیدند و کسانی که زبان عربی را نمی فهمند این را بدانید. این حرفی های می باشد که در آخر اسم ها پیوست شده و این اشیا را به انسان تعلق می کند. مثال کتاب هو، کتاب وی. ببینید در اینجا کتاب به انسان تعلق دارد و این حرف ها را های ضمیر غایب مفرد گویند و اگر حرف آخری کلمه باشد در اینجا مد کرده نمی شود. مثال در کلمه الله این حرف های آخر جزء کلمه الله است نه ضمیر. یا حامل القرآن. سوال: شخصانی که زبان عربی را نمی فهمند از کجا بدانند که این های ضمیر است یا های جزء کلمه؟ جواب: فرق کردن خیلی آسان است. بعد از حرف ها اگر واو میده آمده باشد یا سر حرف یا میده آمده باشد در این حالت این حرف های ضمیر است و اگر بعد از حرف ها این علامت ها نآمده باشند در این صورت این حرف ها جزء از کلمه است. اگر ساده کرده گوییم بعد از حرف ها این علامت ها باشند مد می شود و اگر این علامت ها نباشند مد نمی شود. یا حامل القرآن. سوال: مد صله به چند قسم تقسیم می شود؟ جواب: مد صله به دو قسم تقسیم می شود. یکم مد صله صغرا یعنی خرد، دوم مد صله کبرا یعنی کلان. اکنون مد صله صغرا را با مثال هایش به شما می فهمانیم. خوب گوش بدهید. مثال یکم اعذبه عذابا. مثال دوم و من آیاته منامکم. ببینید در اینجا بعد از حرف ها واو میده و یای میده آمده است که این دلالت به مد صله صغرا می کند که مقدار دو حرکت کشیده می شود. اگر از مقدار دو حرکت کم یا زیاد بکشیم این خطا می باشد. یا حامل القرآن. اکنون مد صله کبرا را با مثال هایش به شما می فهمانیم. خوب گوش بکنید. له اجر به احد. ببینید بعد از حرف های ضمیر در هر دو کلمه حمزه آمده است، یعنی حمزه سبب مد صله کبرا می باشد و علامت مد صله کبرا این واو میده با خط ناهموار و یا این میده با خط ناهموار می باشد که مقدار 4 حرکت کشیده خوانده می شود. یا حامل القرآن. خلاصه اگر بعد از حرف های ضمیر واو میده و یا میده به خط ناهموار آمده باشد مد صله صغرا است که مقدار 2 حرکت کشیده خوانده می شود و اگر بعد از حرف های ضمیر واو میده یا میده با خط ناهموار آمده باشد مد صله کبرا می باشد که مقدار 4 حرکت کشیده خوانده می شود. این است فرقیت در علامت های مد صله صغرا و مد صله کبرا. در وقت خواندن قرآن اهمیت بدهید، این را شما درک میکنید. یا حامل القرآن. مرحمت مثال های مد صله را گوش کرده تکرار بکنید.
ما له وما كسب ما له وما كسب ما له وما كسب وأمه وأبيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه ما له أخلده ما له أخلده ما له أخلده إلى طعامه أن إلى طعامه أن إلى طعامه أن با همین درس امروزه را به انجام می رسانیم. منتظر درس های آینده باشید. اگر سوالی داشته باشید در زیر نوار بنویسید. امکان پیدا کردیم به سوال های شما جواب می دهیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.